بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای خیلی خیلی مهربان و دوست داشتنی و نازنین برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که از بین همه شبکه‌های تلویزیونی انتخاب شما شبکه قرآن و برنامه یاد خداست. خدا کنه حالا که حسن سلیقه به خرج دادین اینجا به شما خوش بگذره و برنامه‌مون به چشمتون بیاد، به دلتون بنشینه، به کارتون هم بیاد انشاءالله. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته. ما از شب قبل خاطر شریفتون هست پیرامون یادگار گرانبهای یکی از دو ثقل گرانبهای پیامبر عظیم الشأن اسلام که برای ما به یادگار گذاشتن صحبتمون رو شروع کردیم درباره قرآن کریم و موضوع برنامه‌مون ضرورت انس با قرآن کریم هست. کارشناس و متخصص بلد راهمون هم حجت الاسلام و المسلمین آقای جلالیان عزیز هستن که امشب هم قدم چشم خیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. ارادتمند سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. در خدمتتون مخلصیم ما، در خدمت شما. من خوشحالم از این بابت. من یادآوری کردم به بیننده‌های عزیزمون موضوع رو و اگر اجازه بدین یه خلاصه یک دقیقه‌ای حدوداً آماده کردن دوستان از اونچه که در برنامه گذشته فرمودید ببینیم، برگردیم شروع کنیم. بسم الله، بفرمایید. خب همونطور که ملاحظه فرمودید ما در برنامه گذشته عمدتاً پیرامون محجوریت قرآن کریم صحبت کردیم و شکایتی که پیامبر به درگاه خدا بردن از اینکه مردم قرآن رو گرفتن، تعبیری که آقا داشتن، اما رها کردن و دور شدن از قرآن کریم. توصیف فرمودن شرایط رو، قراء بودن، حفاظ بودن، علاقمندان قرآن کریم بودن، به ظاهر قرآن در زندگی ها بود اما در متن زندگی وجود نداشت و ما نگران این شدیم که حالا ما الان قرآن در بین ما محجور نباشه. عوامل محجوریت قرآن رو صحبت کردن. حالا میخوام ببینیم چی کار باید کرد آقا جون که قرآن رو ما از محجوریت خارج بکنیم، خدا نکرده ما مشمول این شکایت پیامبر واقع نشیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما عرض کردیم که در واقع این قرآنی که در مرحله عمل محجور واقع شده، یک سوالی ممکنه دغدغه خیلی از افراد تربیتی، مربیها، پدر و مادرها که در معرض مسائل قرآنی هستن، یعنی تلاش میکنن فرزندانشون با مکاتب قرآنی آشنا بشن، چه در صوت و لحن چه در بحث عمل، دوست دارن که این فضا براشون یه فضای جذابی باشه. ببینید قرآن در واقع خب یه ظاهری داره، پرداختن به ظاهر قرآن عرض کردیم خوبه و لازمه، منتها یک باطنی داره و باطنهای متعددی داره طبق روایات که انسان به هر مقداری که میتونه در واقع باید تلاش بکنه این باطنهای قرآن رو دست پیدا بکنه. یک نقلی از حضرت امیر علیه السلام هست که یه وقتی آقا امیرالمؤمنین با جناب کمیل علیه السلام صاحب سر امیرالمؤمنین از مسجد کوفه بیرون اومدن، اطراف مسجد کوفه قدم میزدن. مثل الان هم نبود، خدا قسمت کنه انشالله مشرف بشین، مثل الان هم نبود که چراغانی و روشن و اینها باشه. خب میگه در دل تاریکی شب بعد از نماز عشا با حضرت امیر قدم میزدیم، صدای تلاوت خیلی زیبایی از قرآن شنیدم که انقدر محزون و زیبا این قرآن خونده میشد، من یک لحظه تحت تأثیر اون قرائت قرآن قرار گرفتم. میگه منتها چیزی نگفتم یا شایدم اظهار تعجب کرد. امیرالمومنین فرمودن یا کمیل لا یعجبک تنتنت الرجل. آقا فرمودن که تنتنت الرجل، فرمودن این صدای زیبا، یعنی این سر و صدا تو رو به تعجب وا نداره. واقعا گاهی اوقات ممکنه قرآن از طرف طاغوت ارائه بشه، یعنی محجوریت قرآن. گاهی وقتا ممکنه که قرآن ارائه بشه ولی برای اینی که فکر و ذهن جامعه رو به انحراف بکشن، این یعنی محجوریت قرآن، بنا منافع اون شخصی که داره منافعشون. حالا من حدیثش رو عرض میکنم، حدیث خیلی مهمی در این رابطه فرمودن امام معصوم. آقا فرمودن که این صدای قشنگ، یعنی این سر و صدا، این سر و صداها تو رو به تعجب وا نداره. بعد در جنگ نهروان آقا امیرالمومنین اومدن بالا سر یه شخصی که مقابل حضرت ایستاده بود از خوارج، اشاره کردن به کمیل، گفتن این صاحب اون صداست.
ولی اهل جهنم بود و اهل عذاب بود. مقابل حضرت علی علیه السلام حضرت امیرالمومنین شمشیر زده بود. ببینید حالا ما باید جذابیت قرآن رو در جامعه، علاوه بر اینکه که جذابیت رو ایجاد میکنیم، در واقع نحوه صحیح فکر کردن راجع به آیات قرآن رو هم به مردم یاد بدیم. این مسئولیت ما رو سنگین میکنه. آقا رسول خدا فرمودن در حدیثی که ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمودن بچه هاتون رو با 3 خصلت در واقع تربیت کنید. اول فرمودن علی حب نبیکم، یعنی مردم و بچه های کوچک ما ابتدا قبل از اینه که بریم از احکام براشون بگیم، از عقاید اگه میخوایم دیندار باشن، قبل از اینه که از عقاید بگیم، قبل از اینه که از احکام بگیم، باید ابتدا یه کاری بکنیم اینها در دلشون ایجاد محبت بشه نسبت به پیامبر، علی حب اهل بیته و علی تلاوت یا قرائت القرآن. یعنی اینا نسبت به قرآن در دلشون ایجاد محبت بشه، نسبت به جلسات قرآن، نسبت به مسجد. واقعا عاجزانه باید خواهش بکنیم از مسجدی ها که یه کاری بکنید. باقیات صالحات اینه، اون نمازی که من میخونم، که من این نمازی میخونم واقعا نمیدونم این نماز چقدر بالا میره، اصلا بالا میره یا نمیره، ولی اون چیزی که باقیات صالحات برای شما یه مسجدی میمانه اینه که یه کاری بکنی این بچه مسجدی بشه. یعنی وقتی تو مسجد میاد با برخورد من روحانی امام جماعت یا مأموم مسجد در واقع زده نشه و بیاد پای این رحل قرآن بشینه، این علاقمند بشه به اینی که قرآن رو بخونه. این باعث میشه قرآن کم کم از مهجوریت در قرائت، در نمیدونم تلاوت، در حفظ، در عمل خارج بشه. یعنی ما همه اینها رو روش فکر بکنیم و برنامه داشته باشیم. عواملی در مهجوریت قرآن مؤثره. حالا من بعضی از این عوامل رو عرض میکنم که چه چیزهایی باعث میشه قرآن مهجور بشه در جامعه. یک عامل مهمش خود فرمایش پیامبر، جدا کردن قرآن از سنت و از اهل بیت سبب مهجور شدن قرآنه. خب ما داریم نمونهش هم میبینیم. عرض کردم یک تفکری مثل تفکر وهابیت که منفور هم در نزد شیعیان و هم در نزد اهل سنت، این از کجا منشأ میگیره و به وجود میاد؟ از زمانی که اهل بیت رو کاملا جدا کردن از قرآن، گفتن حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا کفایت میکنه، نیاز به چیز دیگری نداریم. ثمره اینی که اهل بیت رو کامل کنار گذاشتن و پرداختن به قرآن، تفسیر به رأی، در واقع پرداختن به تفسیر به رأی قرآنه، یعنی نظریات شخصی. لذا حافظ قرآنه ولی کن از همین آیه قرآن حکم قتل افراد بیگناه رو صادر میکنه. چرا؟ چون قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر. شما اگه میخواید قرآن رو بفهمید که سراغ هر کسی نمیتونید برید. قرآن آیات محکمات داره، متشابهات داره. این متشابهات قرآن رو کی باید برای مردم توضیح بده؟ خب اقیموا الصلاتش مشخصه، نماز بخوانیم. چطور نماز بخوانیم؟ کجای قرآن اومده؟ بعضی از افراد وقتی یه مسئله فقهی یا شرعی میگن آقا دلیلش هم کم اطلاعی ها، میگن آقا این کجای قرآن اومده که این مسئله واجبه؟ کجای قرآن اومده این مسئله مثلا حرومه؟ این کجای قرآن اومده دلیلش همین نفهمیدن کتاب الله و اطرتیه. و الا قرآن فرمود اقیموا الصلاة، نماز بخوانید. کجای قرآن اومده نماز صبح 2 رکعته؟ کجای قرآن اومده نماز مغرب 3 رکعته؟ شما اینو از اطرت گرفتید. حالا نسبت به سایر مسائل هم همینه. یه دلیل مهجوریت قرآن که یعنی چرا میگیم مهجور؟ به این دلیلی که اون شخص میگه آقا چرا جامعه ما مدینه فاضله نشد؟ میگه آقا خب ما یا اهل بیت رو چسبیدیم قرآن رو رها کردیم، یا قرآن رو چسبیدیم اهل بیت رو رها کردیم دیگه. این دو بال جامعه زمانی که به این دستورات اجتماعی، سیاسی، فردی، اخلاقی، همه این مجموعه قرآن عمل بکنه اوج میگیره و میتونه بالا بره. پس یکیش این مسئله است که باید دقت بکنیم. مسئله دوم در واقع که باعث مهجوریت قرآن میشه، عدم آشنایی با نقش قرآن در زندگیه. یعنی همون مسئله‌ای که جلسه قبل بهش پرداختیم، گفتیم آقا ما میگیم آقا سوره یاسین خیلی ثواب داره. گاهی اوقات بعضی از افراد انقدری که خدا میدونه مقیدن که استخاره با قرآن بگیرن. من حالا دوستانی که اهل استخاره هستن گاهی اوقات بهشون مراجعه میکنن، افرادی تماس میگیرن. خب این یه مسئله مبتلا بهیه، یعنی خیلی از افراد برای بحث استخاره ممکنه به دیگران مراجعه بکنن، ولی باور بفرمایید گاهی اوقات بعضی از افراد خودشون میگن، مثلا میگه آقا من نماز نمیخونم،
من روزه نمیگیرم، در یه مشکل زندگی یا یه مشکل اجتماعی یا کار و کسبش و اینها میخواد استخاره بگیره، گاهی اوقات ما بهش میگیم شما خب مثلا نماز تا اول وقت، میگم من تا حالا نماز نخوندم، میگم خب همین قرآنی که تو زنگ زدی یا مراجعه کردی استخاره نماز دیگه عادی ترین دستور خداست که در این قرآن. یعنی محجوریت قرآن اینه که شخصی معتقده با این قرآن میشه استخاره گرفت، ولی متاسفانه به دستورات عملی قرآن عمل نمیکنه یا همون وضوحاتش هم بله یا توجیه میکنه و حتی متاسفانه توهین آمیزتر از این اتفاق، چون این محجوریت دیگه. گاهی اوقات ممکنه مراجعه بکنه بگه آقا میشه با قرآن برای من فال بگیرید، پناه بر خدا. یعنی این چقدر زشته، چقدر بده که سطح قرآن، کتاب آسمانی، این اومده کتاب شریف آمده دستور عمل زندگی ما باشه که حالا میخوام روایتشو عرض بکنم، بعد کسی اینقدر سطح این کتاب رو پایین بیاره، نگاهش به کتاب اینطور باشه. علی حالا پس یک نشناختن قرآنه، نمیدانه که این دستورالعمل زندگیه. واقعا افراد باید نسبت به این مسئله کار بکنن، مطالعه بکنن، برکات قرآن رو بفهمن که چه برکاتی قرآن در زندگی داره. بله سوره یاسین خوندن ثواب داره، آیت الکرسی خوندن ثواب داره و ما چه بسا اینا رو به خاطر ثوابش هم میخونیم. منتهای مراتب این که چرا ما سوره یاسین رو میخوانیم، به سوره یاسین چه پیام هایی داره. خدا حفظ بکنه آجای قرائتی که در واقع سالها زحمت کشیدن و ماها از کودکی در واقع آشنا شدیم با فرمایشات استاد قرائتی، آجای قرائتی. ایشون خب در اون تفسیرشون خیلی وقتها میان پیام های مثلا آیات قرآن رو میگن آقا این آیه قرآن 10 تا پیام داره، نمیدونم 5 تا پیام داره. خب شخصی که اصلا حال مطالعه هم نداره یه وقتایی به یه آیه مراجعه بکنیم بگیم آقا این چه پیام هایی با چی میخواد بگه واقعا آیه شریفه قرآن. یک دلیل محجوریت دیگر قرآن هر شود این فرهنگ غلطه که باز اشاره کردم که فرهنگ غلط یعنی قرآن اختصاص پیدا بکنه به جایگاه‌های خاصی در جامعه ما، در حالی که قرآن شفاء، قرآن تبیانا لکل شیء طبق فرمایش قرآن. یعنی اصلا قرآن آمده برای اینه که تمام مسیرهای هدایت رو به ما نشون بده که ما چطور میتونیم در معرض و در مسیر هدایت قرار بگیریم. حالا پیامدهایی هم داره محجور بودن قرآن که انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. سلامت باشین. خیلی ممنونم. داشتم به این فکر کردم همونجوری که یک شرکتی یه چیزی رو تولید میکنه، محصولی رو، بعد برای اون یه دفترچه راهنمایی میگذاره که چطوری باید باش استفاده کرد، کار کرد و اینا. خدا دیگه به طریق اولا نمیشه که وقتی انسان رو آفرید، این دنیا رو آفرید، اونها رو رها کرده باشه که بالاخره قبل از پیامبر هم بود و در زمان پیامبر به کمال خودش رسید. در واقع قرآن کریم رو میتونیم دفترچه راهنما بگیریم برای زندگی بشر که ازش استفاده کنیم. اما این دفترچه راهنما رو نمیتونیم بگیریم بذاریم یه گوشه‌ای، همونجوری که وقتی داریم وسیله استفاده میکنیم خب اونم باید قاعدتا توی زندگیمون ازش بهره ببریم. یکی از پیام هایی که در این دفترچه راهنما آمده برای سعادت دو دنیای ما الان آماده است، با هم دیگه بشنویم و فضای برنامه رو نسبت بهش متبرک کنیم، برگردیم ادامه توضیحات حاج آقای جلالیان رو خواهیم شنید. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم عوامل محجوریت قرآن کریم رو از حاج آقای جلالیان عزیز میشنویم. من که دارم خیلی با دقت گوش میدم که شناسایی بشن این عوامل تا جایی که میتونیم از خودمون دور بکنیم. یکی از نگرانی هایی هم که ما پدر مادرها مخصوصا داریم یعنی که دوست می‌داریم بچه‌هامون با قرآن بیشتر مانوس باشن، رفیق باشن و نه فقط ظاهر قرآن بلکه البته که خب برای بچه‌ها فعلا ظاهر قرآن باید جذاب بشه تا کم کم رو بیارن. راجع به این موردم اگر صلاح دونستین صحبت بکنیم. بله، عرض کنم که اینی که ایجاد بشه در قلب و دل فرزندان ما در سنین کودکی عظمت قرآن. یعنی ببینید چه راحت که حرمت به قرآن میکنه یه شخص
بیچاره ای میاد مثلا قرآن سوزی راه میاندازه. دلیلش اینه که اون میخواد قرآن رو سطحش رو بیاره، یعنی میخواد تحقیر به قرآن رو انجام بده. این بچه وقتی نگاه میکنه یا افرادی که نگاه میکنن در ذهنشون قبح قرآن شکسته بشه. خب ما وظیفمون چیه در مقابل هتک قرآن؟ ما وظیفمون اینه که قرآن، آدم واقعا قصه میخوره گاهی اوقات میبینه بعضی از افراد نسبت به سطحی ترین مسائل اجتماعی موضع‌گیری میکنن. حالا ممکنه بر اون مهم باشه ولی یه مسئله سطحی اتفاق افتاده در جامعه و بلافاصله در فضای مجازی پست میذاره، موضع‌گیری میکنه. ولی نسبت به یک واقعه به این مهمی که برای مسلمان حداقل مسئله مهمیه، خیلی جدیه، وقتی میبینه که هتک به قرآن شده، ولی میبینه هیچ اثری از اینها نه در فضای حقیقی و نه در فضای مجازی نیست. یعنی یک جا نمیبینید که شما اینها واکنشی نشون بدن. خب شما افراد رو از اینجا واقعا ما باید بشناسیم. یک معیار اینه، یعنی ما مقدس‌تر از قرآن نداریم. بله. یعنی باید ببینیم حداقل اینها در مناسبت‌های قبلیشون هم که موضع گیری می‌کردن چقدر راستگو و جدی بود. آدم میفهمه که نه اینا واقعا حتی در اون جریانات قبلی هم که موضع گیری می‌کردن خیلی اهل حق و حقیقت نبودن، اخلاصی نبوده واقعا. حالا نسبت به فرزندانمون ببینید، ما اگر بتونیم این عظمت قرآن رو در دل و جان اونها ایجاد بکنیم، یعنی همین نکات تربیتی که راجع به احترام به قرآن است. من یه روایت عرض بکنم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که آقا فرمودن که قال امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا میفرمان حضرت امیر علیه السلام این نکته رو فرمودن: البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز وجل فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه. ببینید این ما برای این بچه جا بندازیم، خانه ای که در اون خانه قرآن تلاوت میشه، امام صادق میفرمایند، حضرت امیر علیه السلام فرمودن خانه ای که در اون خانه قرآن تلاوت میشه. چقدر خوب بود قدیم، گاهی اوقات پدر بزرگهای ما وقتی که وارد خونهشون میشدیم، اینها چون یک بالاخره تعصب خاصی داشتن و احترام در واقع خاصی نسبت به قرآن قائل بودن، وقتی نوه‌ها وارد میشدن و کوچکترها وارد میشدن، گاهی اوقات در حد 10 دقیقه دور هم میشستیم و یه تلاوت قرآنی مثلا اتفاق میافتاد. بزرگترها واقعا بزرگی میکردن نسبت به این مسائل. امروز گاهی اوقات ساعتها شما میبینید در جمع فامیل نشستیم، حتی در بین قشرهای مذهبی، و ساعتها داریم صحبت میکنیم اما عرض شود که خبری از قرآن نیست. خب ما اگه بخوایم این فرزند ما در دلش و ذهنش قرآن بزرگ جلوه بکنه، چه عیبی داره که ما شب، عصر، صبح، نمیدونم یه تایمی که فرصت، اصلا هفته یه بار ما یه خانواده 4 نفره، 5 نفره، 6 نفره خودمون دور هم بشینیم بگیم ما 10 دقیقه میخوایم قرآن بخونیم. دخترم شما یکم قرآن بخون، پسرم شما یکم یا من قرآن بخونم، دختر و پسر من، نمیدونم همسر من تکرار بکنن. این میشه یه جلسه قرآن. ما یکی از رفقامون این تجربه رو 1-2 سالی داره و اصلا میگه چه برکاتی داشته. من نمیتونم توصیف کنم که شبی نیم ساعت مثلا، حالا اینجور که اونا برنامه‌ریزی کردن، میگه شب ساعت 9 تا 9:30 هر شب. خیلی کار خوبیه. نیم ساعت میشینیم با خانومم و 2 تا بچه‌ای که داریم، 4 نفره میشه. فرمودید من یاد ایشون افتادم و میشینیم قرآن میخونیم و بعد ترجمهش رو هم میخونیم، راجع به ترجمهش هم هر چیزی به ذهنمون بیاد مثلا راجبش حرف میزنیم و این خیلی خوبه. بله مهمه واقعا. ببینید آقای قوامی، الان یکی از مصادیق مهجوریت قرآن در حالا مرحله قبل از مرحله تدبر مهجوریت قرآن اینه که نوجوان مثلا 15-16 ساله ما، 17 ساله ما، بعضن گاهی اوقات انسان میبینه که یه خط قرآن هم نمیتونن بخونن. این خودش یکی از مصادیق مهم مهجوریته، در حالی که اگر همین جلسات قرآن خانگی، یعنی پدر مادر دغدغه اینو داشته باشن که فرزنده یه نکته تدبری هم از قرآن بگن، یعنی کاری نداره یه صفحه قرآن شبا بخونیم در خانه دور هم جمع بشیم، یه صفحه قرآن بخونیم، از اون صفحه یه نکته تدبری هم بگیم. این مسائل هم معمولا خانوما میتونن مدیریت کنن، یعنی خانم خانه، آقا این که معمولا مشغول به کارن و اینها وقتی میان خونه، ولی خانم خونه معمولا میتونه این فضا رو آماده بکنه که یک جلسه قرآن خانگی راه بیفته، پدر و مادر بشینن، بچه‌ها بشینن 10 دقیقه یه رو آیاتی رو از قرآن بخونن. ببینید چه آثاری داره اون تلاوت قرآن، چطور این عظمت در
دل اولاد ما، فرزندان ما ایجاد میشه با بیان این آثار. میفرماد خانه‌ای که در اون خانه قرآن خونده میشه و ذکر خدا گفته میشه، تکثر و برکته، برکت در اون خونه زیاد میشه و تحضره الملائکه، میشه محل آمد و شد ملائکه. شما ببینید در زیارت جامعه کبیره، مشاهد مشرفه، وقتی که تشریف میبرید انشالله خدا قسمت روزی هممون بکنه، اونجا در زیارت جامعه کبیره میگیم مختلف الملائکه، یعنی این حرم مطهر و مبارک محل آمد و شد ملائکه هست. حالا خونه‌ای که در اون خونه قرآن خونده میشه، تحضره الملائکه و یهجره الشیاطین، میفرماید که شیاطین از اون خونه فاصله میگیرن. و یضیء لاهل السما کما تضیء الکواکب لاهل الارض. میگه این خانه همونطوری که شما به ستاره ها نگاه میکنید و برای شما ستاره ها روشنایی دارند و میدرخشند، این خانه و خانه هایی که در تلاوت قرآن میشه به این شکل، در واقع برای اهل آسمان ایجاد روشنایی میکنه. و ان البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن، اما خانه ای که در اون خانه امیرالمومنین فرمودن قرآن مهجوره، قرآن کنار گذاشته شده و خونده نمیشه. ولا یذکر الله عز وجل فیه، و ذکری از خدا نیست. خدا نکنه اینطور بشه. ما بعضی از افراد رو داریم اینا مسجدی شدن، یا در خاطرات جنگ و جبهه و اینها خوندیم همه ما گاهی اوقات که شخصی جبهه رفته و به واسطه جبهه رفتنش در جهاد شرکت کردنش حال معنوی خوبی پیدا کرده، در مسیر معنویت قدم گذاشته، ولی جزء خاطراتش یا مطالبی که نقل میکنه میگه مثلا در خانه ما کسی اهل نماز نبود. واقعا خانه ای که اون خانه ذکر خدا نباشه، قرآن نباشه، نماز نباشه، آقا میفهمن تقل و برکته، این خانه بی برکتیه. ممکنه ثروتمند باشه، ممکنه بیشترین مال و منال رو داشته باشه، ولی خبری از برکت تو این خونه نیست. و تهجره الملائکه، ملائک از این خانه فرار میکنن. و تحضره الشیاطین، و شیاطین در این خانه حضور پیدا میکنن، یعنی میشه خانه شیاطین. خونه که ذکر خدا نباشه، خب طبیعتاً وقتی یاد خدا نبود میشه یاد شیطان. یاد خدا که آمد دیگه در واقع یاد شیطان نخواهد بود. ما همین دلیل یاد خدا رو داریم پخش می‌کنیم. بله دیگه. این یاد خدا همین دقایقی که یاد خدا ایجاد میشه. و چه کار بزرگی شما میکنید. امام سجاد علیه السلام فرمودن من اسقا الی ناطق فقط عبده، فرمودن کسی که داره به گوینده گوش میده داره او رو عبادت میکنه. فان کان ینطق عن الله فقط عبد الله، اگه گوینده داره از خدا میگه، خب این داره بندگی خدا رو میکنه. یاد خدا هم به همین دلیل در واقع یه جور عبادت دیگه، هم تولیدش هم تماشاش و امثال اینا. بله، پس این مهمه. ما اگر بخوایم در ذهن و قلب بچه هامون قرآن بزرگ جلوه بکنه، باید یک قسمت بسیار مهم زندگیمون بشه این قرآن. اگه فرزند ما فرض بفرمایید کوچکترین مسائل، به عنوان مثال دیدید گاهی اوقات مادر کتاب‌های درسی بچه رو مثلا در میاره یا مرتب میکنه، میگه مادر چرا قرآن زیر گذاشتی؟ مثلا قرآن این چقدر مؤثره در ذهن بچه. تا یه وقت خدایی نکرده پدری در خانه مثلا اعتنایی به این مسئله نداره، مادری حرمت قرآن رو حفظ نمیکنه، اینها باعث میشه خب این محبت در دل و ذهن اون فرزند و اون عظمت در قلب او هم ایجاد نشه. پس این مسئله تربیتی خیلی مسئله مهمه. خیلی مهمه. بله، باید نسبت بهش واقعا هم حساس بود، هم برنامه داشت. انشالله در درجه اول به خودمون برسیم، یه دستی به سر روی بله خودمون و زندگی‌های خودمون بکشیم و بعد کم کم افراد خانواده و اینا رو، اگر که در این مسیر نبودیم تا به حالا من اینو خودم عرض میکنم، جسارت به بیننده هامون نکنم که وقت الحمدلله همه قرآنی هستن و مانوس با قرآن خودشون و اعضای خانوادهشون. اما کسی مثل من بود داشتم فکر میکردم که خوب اول خودمون شروع بکنیم، کم کم دیگران رو هم علاقمند بکنیم، اون جذابیت ایجاد بشه. و اتفاقا یادم میاد که پدرمون ما رو یک جلسه قرآنی گذاشته بود، اونجا هر کی غلط میخوند یه کاسه گذاشته بودن وسط، بعد یه 5000 مینداخت اونجا. بعد بابت هر یه غلط 5000 مینداختیم. ولی شیرینیش به این بود که اون 5000 به یه مقداری میرسید که پول 1 کیلو شیرینی میشد، 1 کیلو شیرینی میگرفتن همه تو این کلاس میخورد. و